تو این ویدیو میخوام نحوه به دست آوردن ارزش یک اوراق قرضه رو بهتون یاد بدم. لطفاً با من همراه باشید. با سلام خدمت بینندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. من بهروز قربانی هستم و تو این کانال من ویدیوهای آموزشی در مورد بازارهای مالی، نحوه کار اقتصاد کشورها و همچنین نحوه کسب درآمد و سرمایه گذاری توی بازارهای مالی در اختیار شما بینندگان قرار میدم. اگه هنوز به این کانال سابسکرایب نکردی لطفاً سابسکرایب کن و زنگوله نوتیفیکیشن هم بزن که هر موقع ویدیو جدیدی گذاشتم سریع بهت خبر بده. خب تو این ویدیو میخوام به دست آوردن ارزش یک اوراق قرضه رو بهتون یاد بدم. یعنی نحوهی که شما میتونی ارزش یک اوراق قرضه رو به دست بیاری. چرا؟ چون موقعی که شما میخوای معامله کنی تو این بازار یا موقعی که میخوای سرمایه گذاری کنی، باید بتونی ارزشی که این اوراق قرضه واسه شما داره رو به یک نحوی به دست بیاریش. چرا؟ چون ارزشی که برای شما داره فرق میکنه با قیمتی که الان این داره تو بازار معامله میشه. ببین چی میگم؟ مثلا یه بعضی وقتا میبینی به فرض مثال طبق محاسبات شما ارزش این اوراق قرضه‌ای که توی بازار داره الان به این قیمت معامله میشه خیلی بالاتر از این چیزی هستش که در حال حاضر داری میبینی یا در حال حاضر میشه خریدش. بعضی وقتا میبینی که آقا این اوور پرایسه، یعنی بالاتر از قیمتی که ارزش داره معامله میشه. گرفتی چی شد؟ پس الان میخوام تو این ویدیو بهتون یاد بدم که چجوری شما میتونید ارزش یک اوراق قرضه رو به دست بیارید. اوکی؟ خب الان برای اینکه این موضوع رو بهتر بفهمید میخوام اینو با یه مثال بهتون توضیح بدم و بعدش این مثال رو عملیش کنم و به صورت عملی هم بهتون نشون بدم که چجوری شما میتونید این محاسبات رو با استفاده از اکسل اسپردشیت به راحتی انجام بدید. اوکی؟ مطالب زیادی رو نمیخوام کاور بکنیم تو این ویدیو. فقط همین به دست آوردن ارزش یک اوراق قرضه رو میخوام کاور کنیم. اوکی. حالا به فرض مثال الان ما یک اوراق قرضه داریم که مال کمپانی فرش برده. اوکی؟ همینجوری که داری اینجا میبینی فرش برد نوشته بالای اوراق قرضه. خب میبینیم که مبلغ پار ولیوش $10,000. حالا قیمتی که الان داره تو بازار معامله میشه رو ما اطلاع ازش نداریم، ولی پار ولیوش $10,000 مال کمپانی فرش برد. ایشو دیتش تاریخی که صادر شده 1/1/2030 هستش و جو دیتش هم که همون تاریخ سررسیدش هستش همینجوری که میبینید 1/1/2033 هستش. پس این یک اوراق قرضه 3 ساله است. این جزو مانی مارکت فاند حساب نمیشه. حواستون باشه مانی مارکت فاند معمولا زیر 1 سال. اوکی؟ کوپان ریتش هم که میبینیم نوشته 5%. حالا به فرض مثال سالی یه دونم کوپان بده بهمون، نرخ سود این اوراق قرضه رو میکنه سالی 5%. وقتی که ما بخوام اینو حساب بکنیم، حالا اگر که این اوراق قرضه از اون موقعی که داره صادر میشه، موقعی که ما میخریمش، اولین کوپان ریتی که به ما میده یا اولین کش فلو یا درآمدی که به ما میده 1 سال بعد باشه، اون حساب کردنش خیلی راحته. خب چقدر هستش؟ 5% $10,000 میشه $500. خب این بعد از 1 ساله. اوکی؟ سال بعدش دوباره چقدر میشه؟ سال بعدش دوباره $500. خب و سال سوم حالا $500 که جزو کوپان ریت هستش رو به ما پرداخت میکنه به علاوه پار ولیویی که باید به ما بده. حواستون باشه. حالا ما به عنوان یه سرمایه گذار برای اینکه بدونیم که آقا این سرمایه گذاری خوبی هستش به صورت کلی، باید چیکار کنیم؟ باید همه این کش فلوها یا درآمدا رو به علاوه پار ولیویی که آخر به ما داده میشه رو تخفیفش بزنیم به ارزش حال حاضر. یعنی که ما الان اینجا فیوچر ولیو داریم. فیوچر ولیو اول که همینجوری میبینی $500، فیوچر ولیو دوم بعد از 2 سال میبینیم دوباره $500 و فیوچر ولیو سوم دوباره میبینیم $500 به علاوه $10,000 هستش که پار ولیو هستش. اینا کش فلوهاییه که تو آینده میخواد به ما داده بشه. حالا ما اگه اینا رو تخفیف بزنیم به قیمت حال حاضر که ببینیم که آقا برای ما چقدر میارزه، ما باید اینا رو چیکار کنیم؟ ما باید اینا رو به پرزنت ولیو تبدیلش کنیم. حالا برای اینکه ما این کارا رو انجام بدیم ما چند تا چیز نیاز داریم. یکیش نرخ تخفیفه که آقا ما به چه نرخی تخفیف میزنیم و بعدش که تخفیف میزنیم هر کدوم از اینا رو چجوری باید اون موقع ارزش کلی رو حساب کنیم. خب وقتی که ما تخفیف زدیم همه اینا رو، به فرض مثال کش فلو اولی رو که اینجا میبینید تخفیف زدی به حال حاضر، کش فلو دومی هم که تو آینده قراره بهت داده بشه تخفیف زدی به حال حاضر، سومی هم که تخفیف زدی به حال حاضر، بعدش اینا رو که تخفیف زدی به قیمت حال حاضر که ارزشو پیدا کنی، همه اینا رو باید با هم دیگه جمع کنی.
خب تا بتونی پرزنت ولیو کلی رو پیدا کنی که اون به ما ارزش حال حاضر این اوراق قرضه رو میده. حالا فرمولی که شما باید اینو تخفیف بزنی به ارزش حال حاضر من توی ویدیو قبلی توضیح دادم. اگر که یادتون باشه من گفتم که چجوری شما میتونید فیوچر ولیو یا ارزش آینده رو پیدا کنید و چجوری هم میتونید اینو برعکسش کنید تا بتونید پرزنت ولیو رو پیدا کنید. یعنی موقعی که فیوچر ولیو رو به شما دادن، یعنی موقعی که تو اوراق قرضه داری سرمایه گذاری میکنی، این به شما داره قول درآمدهای آینده‌ای که به صورت دوره‌ای بهت داده میشه رو میده به علاوه کل پولت بعد از تاریخ سررسید. اوکی؟ موقعی که داری اینو سرمایه گذاری میکنی یعنی اینا این قول رو به شما دادن، پس شما الان میتونی روی این حساب کنی و اینو تخفیف بزنی به حال حاضر که ببینی برات میارزه یا نمیارزه. فرمولش اینجوری بود که ما گفتیم فیوچر ولیو رو تقسیم میکنی به 1 به علاوه نرخ بهره به پاور اون سالی که حالا گذشته روش، که میشد اینجوری واسه سال اول چون بعد از 1 سال هستش تقسیمش میکنیم بر 1 به علاوه yield to maturity که الان بهتون توضیح میدم به پاور 1 و این 1 رو از کجا بردیم؟ به خاطر اینکه بعد از 1 سال هستش، هرچند که این 1 اثری نمیکنه به خاطر اینکه 1 خودش دیگه ضرب در 1 کنی همون میشه، زیاد تفاوتی نمیکنه، ولی سال بعدی تفاوت میکنه چون الان دیگه شما اینو تقسیم میکنی بر 1 به علاوه yield to maturity به پاور 2 و این 2 داره 2 سال رو رپرزنت میکنه که همون اسکوئر میشه. یعنی که شما اینو انگاری داری 2 بار تقسیمش میکنی به این نرخ بهره. حالا الان باید رفتیم جلوتر بیشتر توضیح میدم و در آخرم حالا ما باید کل اینو تقسیم کنیم به 1 به علاوه yield to maturity به پاور 3 که همینجوری که میبینی 3 هم نشانه سال سوم هستش که همون سال آخرم میشه و ما هم کوپان ریت یا کش فلو یا درآمدی که بهمون داده میشه رو به علاوه پار ولیو میکنیم، همشو با همدیگه تقسیم میکنیم تا بتونیم ارزش حال کلی رو به دست بیاریم و در آخرم باید اینا رو همه رو با همدیگه جمع کنیم تا بتونیم ارزش اصلی این اوراق قرضه رو در حال حاضر به دست بیاریم. حالا سوال مهم اینجا اینه که آقا yield to maturity که به قول معروف بازده تا تاریخ سررسید هستش و ما چجوری باید اینو ریتشو یا نرخشو حساب بکنیم؟ خب یه مطلب خیلی مهم که من بعدها کاور میکنمش مطلب یه سری شرکت ها هستن که میان به صورت جداگانه حالا اوراق قرضه های کشورهای مختلف و اوراق قرضه های کمپانی های مختلف و رتبه بندی میکنن بر حسب ریسکایی که اینا دارن. اوکی؟ خب شما باید بر حسب ریسکی که این اوراق قرضه داره چیکار کنی؟ یه نرخ بهره‌ای براش در نظر بگیری. به فرض مثال میگیم که آقا اگر که این فرش برد یه کمپانی باشه که خیلی بزرگ باشه تو دنیا، حالا میگیم به فرض مثال یه کمپانی هستش اندازه آمازون و اپل و 4-5 تا کمپانی رو بذار تو هم دیگه هنوز به بزرگی این کمپانی نمیرسه، این کمپانی خیلی بزرگ و خیلی هم وضعیت مالیش خوبه و میگیم یکی از شرکت‌هایی که میاد اینا رو رتبه بندی میکنه که بهش میگن ریتینگ کمپانیز، یکی از این ریتینگ کمپانی‌ها که به فرض مثال S&P هستش این اومده تریپل A بهش داده. خب واسه تریپل A رتبه‌ای که تریپل A بهش داده ما میگیم که آقا خب این یعنی که این اوراق قرضه الان امنیتش خیلی بالاه و به خاطر اینکه خیلی بالا هستش من نیازی ندارم که زیاد ازش سود بگیرم، یعنی چون سرمایه‌مو زیاد به خطر نمیندازه. حالا اگر چیزی پیدا کنم که از این اوراق قرضه سیفتر باشه یا امنیتش بیشتر باشه و وضعیتش بهتر باشه و جفتش تریپل A ریتینگ داشته باشه، خب من حالا میام yield to maturity که میخوام از این بگیرم و انتظارم رو میبرم بالاتر چون یه گزینه امتر از این پیدا کردم. اوکی؟ پس همه اینا بر حسب مقایسه است که من اینا رو بعدها به صورت کلی توضیح خواهم داد. حالا به فرض مثال میگیم که آقا این شرکتی که اینا رو رتبه بندی میکنه رتبه تریپل A که میشه بهترین رتبه رو به این کمپانی داده. خب میگیم آقا اگه تریپل A داده باشه ما 2% بیشتر نیازی نداریم yield to maturity، یا من به خاطر اینکه 3 سال سرمایه گذاری کنم تو این کمپانی 2% بیشتر نیازی ندارم بگیرم چون میدونم پولم امنه. اوکی؟ اگه اینجوری باشه ما yield to maturity که هر سرمایه گذار واسه خودش در نظر میگیره حالا ما میگیم واسه خودمون 2%. اگر نه بیادش بگه که آقا این دابل A ماینس هستش، دابل A ماینس، اون موقع ما میگیم که آقا دابل A ماینس خب یه خورده ریسکشو داره میبره بالاتر، واسه همین من میخوام انتظاری که از سودی که قرار از این در بیارم رو ببرم بالاتر و yield to maturity رو میذارم 4%. میگم آقا اگه 4% این سراتر به من میده میصرفه، در غیر این صورت نمیصرفه رو این سرمایه گذاری کنی.
اوکی؟ حالا دقت داشته باش، اگر که میخوای موفق بشی تو سرمایه گذاری باید خیلی از این مطلب سر در بیاری. اوکی؟ مخصوصا yield to maturity و مقایسه سرمایه گذاری ها با هم دیگه. حالا توی یه سناریوی دیگه میادش میگه که آقا اصلا نه تریپل ای ریتش کردیم نه دابل ای ماینس، فقط ای ریتش کردیم. پس اون موقع من میگم آقا این الان خیلی ریسکی شدش، واسه همین من yield to maturity که انتظار دارم باید 10% باشه، یعنی 10% انتظار دارم. اگه 10% بهم نده نمیصرفه برام. این چی میگم؟ حالا اگه فرمول این yield to maturity رو یادت نمیاد، من توی ویدیو قبلی که داشتم در مورد time value of the money حرف میزدم بهتون گفتم که فرمول yield to maturity چی جوریه. اوکی؟ پس این قسمت اینترست ریتی که داریم حساب میکنیم و هر چقدر که رتبه بندی کامپانی پایینتر باشه و ریسکش بالاتر باشه ما انتظارمون رو میبریم بالاتر. گرفتی چی شد؟ اینجوریه. حالا بذارید بریم این سه تا سناریویی که در نظر گرفتیم و روی اسپردشیت حساب کنیم ببینیم که آقا چقدر میفته برای ما. اگر که ما 2% انتظار داشته باشیم yield to maturity، 4% انتظار داشته باشیم یا 10% انتظار داشته باشیم. به فرض مثال بگیم که آقا اگه 10% انتظار yield to maturity داریم، خب اگه 10% ما نیاز داریم که این با ما بده تا برامون بصرفه، اون موقع بهتره که این اوراق قرضه رو توی بازار الان چند بخریمش، الان چند باید بخریم که برامون بصرفه. خب الان بذارید بریم اینو تو اکسل بهتون نشون بدم. اوکی؟ بذار اکسل رو من واس کنم. خب الان اینجا من اکسل رو وا کردم. اینجا میبینی چند تا چیز رو رنگ بندی کردم. فقط حواستون باشه من به هیچ کدوم اینا کدی چیزی ندادم، فقط رنگ بندیه برای اینکه اینو بهتر متوجه بشی. پس ما گفتیم واسه تریپل ای مون 2% بیشتر نیاز نداشتیم. خب واسه دابل ای مون 4%. حالا این دابل ای ماینس بودش، بذارید دابل ای ماینسش کنم، دابل ای ماینس، و واسه ای خالیمون 10% انتظار داریم. اوکی؟ حالا برای اینکه ما بخوایم پرزنت ولیو اینا رو پیدا کنیم توی هر کدوم از این سناریوها، برای اینکه ما بتونیم این پرزنت ولیو رو پیدا کنیم نیاز داریم چیکار کنیم؟ نیاز داریم که از یه سری از فرمولای ساده استفاده بکنیم که همه اینا رو من توی ویدیوهای قبلی هم به صورت کلی یاد دادم. خب پار ولیو اوراق قرضمون، یعنی مقداری که در تاریخ سررسید بهمون برمیگردونه رو که میدونیم $10,000. اوکی؟ کوپان ریتش 5%. اوکی؟ مچوریتیش 3 ساله و yield to maturity حالا اینو ما باید انتخاب کنیم. الان میگیم که آقا واسه سیف ترینش رو میخوام حساب کنیم که 2% هستش. حالا میذاریم اینجا رو 2%. اوکی؟ حالا ما میخوام ببینیم بعد از 1 سال این به ما چقدر میده. خب ما میایم این پار ولیو رو ور میداریم و ضرب در کوپان ریتش میکنیم $500. دوباره توی سال دوم به همین صورت. حالا توی سال سوم یه خورده تغییر میکنه چون ما الان پار ولیو یا مبلغ اصلی هم بعد از تاریخ سررسید میگیریم که آخر سال سوم هستش. حالا ما بعد اینجا چیکار کنیم؟ ما اینجا ایکوال میذاریم پرانتزیس، اینو که پار ولیو هستش رو ضرب در کوپان ریتمون میکنیم، پرانتز رو میبندیم به علاوه خود پار ولیومون. اوکی؟ پس 10,500 ما الان میگیریم. خب حالا برای اینکه ما بتونیم ارزش حال حاضر هر کدوم از اینا رو پیدا کنیم باید چیکار کنیم؟ باید از همون فرمولی که بهتون گفتم استفاده کنیم. خب ما اینو میذاریم اینجا مساویه فیوچر ولیومون رو انتخاب میکنیم تقسیم بر پاور 1 به علاوه yield to maturity مون و به پاور 1 چون سال اول هستش. اوکی؟ خب این الان داره به ما نشون میده که آقا بعد از 1 سال $500 موقعی که داره به ما داده میشه، اگر ما دیسکاونتش بزنیم با نرخ 2% به حال حاضر پرزنت ولیومون میشه $490. یعنی این $500 که تو آینده قراره به ما داده بشه فقط $490.20 ارزش داره. اوکی؟ حالا اگر ما بخوام همین پروسس رو واسه کش فلو یا درآمد دومی بریم، میشه اینو سلکت میکنیم تقسیم بر پاور 1 به علاوه yield to maturity مون و حالا 2 رو سلکت میکنیم چون پاورمون 2 هستش تو این سناریو. اوکی؟ بذارید من اینجا هم اینو عوض کنم و این سل رو سلکت کنم
و الان میبینیم که آقا 500 دلاری که 2 سال بعد قراره به ما داده بشه، اگر بیاریمش به حال حاضر فقط 480 دلار ارزش داره. یعنی ما اگه با نرخ 2% تخفیفش بزنیم ارزشش 480 دلار امروز. اوکی؟ و در آخرم 10,000 دلار رو همون پروسس اگه ما بریم 1 به علاوه 2% و حالا پاورش رو 3 رو انتخاب میکنیم. خب الان میبینیم که آقا این پیمنت آخری که ما داریم تو سال سوم، یعنی آخر سال سوم میگیریم که پار ولیو به علاوه کوپان آخر هستش، الان 10,500 دلار اگر 3 سال با نرخ 2% دیسکانتش بزنیم یا تخفیفش بزنیم الان فقط اینقدر میارزه. این چی میگم؟ حالا برای اینکه بتونیم ارزش کلی این باند رو برای خودمون پیدا کنیم یا این اوراق قرضه رو پیدا کنیم، ما باید همه اینا رو با هم دیگه جمع کنیم که سامو میزنیم و سلکت میکنه خودش. پس الان اگر که این باند تریپل ای ریت شده باشه و انتظاری هم که ما داریم 2% باشه، قیمتی که این باند الان میارزه یا ارزشی که الان داره 10,865 دلاره. اوکی؟ پس این ارزش حال حاضرشه. حالا بذارید فلت ییلدش رو ببینیم چقدر هستش که تو این سناریو میشه کوپان ریتمون ضرب در پار ولیومون که مقدار کوپان رو به دست بیاریم و تقسیم بر قیمتی که پیدا کردیم. اوکی؟ الان میبینیم این فلت ریتش یا فلت ییلدش 4.6% هستش یا 4.6% هستش. اوکی؟ حالا الان ببینید که من میخوام اینو براتون بکنم توی یه چارت و شما تفاوت‌های اینا رو وقتی که yield to maturity یا درخواستی که یا اشتهایی که واسه بهره‌ای که نیاز داری و میبری بالا اپلای میکنی بهشو الان بهتون نشون میدم که چجوری عوض میکنه توی یک چارت یا تأثیری که روی چارت میذاره روش چجوریه. خب الان بذارید اینا رو وارد کنم به این پرایس که الان میبینیم 10,865 دلار 865 دلار و 16 سنت. خب بعدش کوپان ریتش 5%، فلت ییلدش 4.6 و ییلد تو مچوریتی هم 2% انتخاب کردیم. حالا الان اگر که ما بخوایم ییلد تو مچوریتی مون رو عوض کنیم و انتظارمون رو تغییر بدیم تا ببینیم با ریتینگ های مختلف دیگه برامون میصرفه یا نه، نیازی نیستش که دوباره همه اینا رو انجام بدیم. فقط این ییلد تو مچوریتی رو که عوض کنیم از 2% بکنیمش 4%، بقیه هم تغییر میکنن. نگاه کن 1 2 3 بقیه هم تغییر کردش. دیدی؟ حالا اگر که این باند دابل ای ماینز رتبه بندی شده باشه و ما براش 4% در نظر گرفته باشیم، ارزشی که الان این باند برای ما داره در حال حاضر، یعنی این باند برای ما 10,277 دلار میارزه. اوکی؟ اینا رو حالا بذارید من پر کنم. حالا تغییری که الان با تغییر 10% ایجاد میشه تو این سناریو رو داشته باش. حالا اگر که این باند خیلی ریسکی باشه و این کمپانی که رتبه بندی میکنه ای خالی بهش داده باشه، ما میگیم که آقا اگر که این 10% به ما نده نمیصرفه، باید کم کمش 10% رو بده. خب موقعی که ییلد تو مچوریتی مون رو میذاریم 10%، حالا ببین تغییری که تو قیمت باند یا پرایس آف باند گذاشته میشه چقدر هستش. حالا میبینیم موقعی که 10% ییلد تو مچوریتی ما نیاز داریم، الان این باندی که در حال حاضر تو بازار داره فروخته میشه فقط 8,756 دلار میارزه. اوکی؟ حالا بذارید اینو بزنم اینجا 8,700. خب الان حالا ببینید میخوام یه چیزی که توی 2 تا ویدیو قبلی هم بهتون یاد دادم و دوباره اینجا بهتون نشون بدم که ببینیم که آقا موقعی که نرخ بهره مورد نیاز بالا پایین میره چه تغییری میذاره توی قیمت اصلی باند. اوکی؟ برای اینکه حالا ما بتونیم اینو پیدا کنیم نیاز داریم که چیکار کنیم؟ نیاز داریم که یه دونه چارت درست کنیم. حالا بذارید من اینو کوچیک‌ترش کنم. این 2 تا اولیه رو سلکت میکنم و یه دونه چارت اینسرت میکنم. میام اینجا، این چارت بهترین هستش. اوکی؟ الان میبینیم که این شاید بهتر دیده بشه. یه خوردم بزرگترش میکنیم اینو. تغییری که اینجا باید داده بشه توشو میدیم، چون ما نیازی نداریم که رنجش از 0 باشه. این از 0 زده. ما رنج اینو میذاریم از 8,000 دلار یا 8,500. چون میبینیم کمترین پرایسمون 8,700 8,500 میذاریم. خب 8,500 که بذاریم حالا خوشگل نشون میده
بیشترمون هم $11,000 که خیلی عالیه. اوکی. تو اینجا لجند هم بذار من اضافه کنم بهش. آره خوشگل برای ما دیسپلی کنه. اوکی. حالا اینجا داشته باش، اینو کپی میکنی، کپی، و اینجا پیستش میکنی. الان پیست و کنترل وی. اوکی. yield to maturity هم همینطور. اوکی. حالا الان تغییری که اینجا ایجاد شد و بهش دقت کن. میبینی تغییری که الان اینجا ایجاد شد خیلی مهمه. الان میبینیم که آقا ما yield to maturity که به عنوان سرمایه گذار برای ما خیلی اهمیت داره و برای ما میصرفه رو میخوام بهش دقت بکنیم. میگیم که آقا هر چقدر که درخواست نرخ بهره برای ما بالاتر باشه، میبینیم که ارزش خود باند میادش پایین تر تو امروز، یعنی پرزنت ولیوش میاد پایین تر. و همینطور هر چقدر که نرخ بهره بیاد پایین تر، یعنی باند سیف تر باشه و امنیتش بالاتر باشه و نرخ بهره‌ای که ما نیاز داریم پایین تر باشه، میبینیم که ارزش باندو میاره بالاتر یا ارزش اوراق قرضه رو میاره بالاتر. حالا اگه من بخوام اینو به عنوان 10% عوضش کنم و بکنمش به فرض مثلا 6% تا تفاوتیشو ببینیم، الان میبینیم که چه تفاوتی داشته اینجا. و خب اگه بخوام اینو 6% بکنیم، اینو باید بکنیم 6% و این بشه این، و همینطور فلت ییلدمون هم بشه این. الان تغییری که داشتیم اینجا رو دیدی چقدر عوض شد؟ من اگه بخوام اینم تغییر بدم، الان بیارمش روی 9500، نگاه کن. الان میبینی فقط 2% بالا پایین شده، ولی شیبی که این ایجاد کرده رو داشته باش و همینطور قیمتی که بالا پایین شده. یعنی موقعی که حالا میگیم که این اگه که ما ای خالیمون رو 6% بذاریمش، میگیم که الان مثلا این سیفتیش یه ذره رفته بالاتر و شده 6% به فرض مثال واسه ما. خب ما آپشن سیفتری پیدا نکردیم و این 6% اگه به ما ریترن بده برای ما دیدیم میصرفه. وقتی که اینو عوض کنیم yield to maturity مون رو به 6%، حالا میبینیم که با 6% این تقریبا میبینی که چقدر برای ما شده. قیمت اومده شده $9,733. یعنی که اگر شما $9,733 الان اینو بخری تو بازار، بعد از 3 سال میتونی yield to maturity 6% رو به دست بیاری. اگر که بالاتر پولشو بدی 6% رو نمیتونی به دست بیاری. و اگرم که پایین تر از این قیمت بخری، 9,733 بخری الان تو بازار، برد کردی. اوکی؟ حالا من اینا رو تغییر میدم به همون چیزی که بودش، برای اینکه تو ویدیوهای بعدی به احتمال زیاد استفادهش کنیم. اوکی. بیوتیفول. خب پس چی شد؟ الان برای اینکه بتونی به راحتی قیمت یک اوراق قرضه رو به دست بیاری چیکار میکنی؟ میای خوشگل تو اسپردشیتت پار ولیویی که اوراق قرضه داره رو میزنی، کوپان ریتش رو میزنی و چند سالم تا مچوریتیش مونده رو میزنی. و حالا yield to maturity که خودت به این اوراق قرضه اختصاص دادی با اون رتبه بندی که بهش داده شده، حالا به فرض مثال 2% بهش اختصاص دادی، 4%، 10%، هر کدوم رو بهش اختصاص دادی و میزنی تو yield to maturity، این بهت میگه که این اوراق قرضه الان تو بازار چقدر میارزه تا بتونه این yield to maturity یا سود کلی که شما نیاز داری، سود تا سررسیدی که به صورت کلی شما نیاز داری و بتونه بهت بده. اوکی؟ خب اینم از این ویدیو زیاد طولانی نشدش، ولی میدونم که این ویدیو مفیدی هستش و امیدوارم که بتونه کمکتون کنه که به راحتی بتونید قیمت اوراق قرضه رو به دست بیارید. اوکی؟ دیگه بیشتر از این نمیخوام سرتون رو درد بیارم. اگه سوالی دارید برای من زیر این ویدیو بنویس. اگرم دوست داشتی سوال صوتی به اینستاگرام شخصی میتونی بفرستی که لینک اونم زیر ویدیو هستش. من بهروز قربانی هستم و تا یک ویدیو دیگر شما رو به خدا میسپارم.